امسال از تأسیسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان 32 سال سپری می‌گردد. در این دوره ارتش ملی همچون یک دستاورد بزرگ زمان صاحب استقلالی به سپری با اعتماد دولت و حکومت تبدیل یافته. امروز در صف‌های آن جوانان شجاع و دلیر بهر پایداری صلح و ثبات، آرامی و آسایشتگی و حمایت مرز و بوم کشور صادقانه خدمت می‌نماید. چون رمز والای احترام به خدمت افسران و سربازان همساله در سراسر مملکت روز تأسیسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان با روحیه بلند وطندوستی و افتخار از دولتداری مستقل ملی تجلیل می‌گردد. به این مناسبت در ناحیه کوشانیان با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی چاره‌بینی با شکوه سیاسی و فرهنگی دایر گردید. در دایره تدبیرهای جشنی در صحن قصر فرهنگ ناحیه از جانب خوانندگان و مؤسسه‌های تعلیمی گذشت نظامی و مشق‌های حربی تشکیل کرده شد که در آن طالب علمان فعالانه شرکت ورزیدند. برای در روحیه وطندوستی و افتخار ملی به کمال رسانیدن نورسان در ادامه این چاره‌بینی خوانندگان در نزد حاضرین در وصف وطن و حمایت مرز و بوم آن شعرها قرائت نمودند. در جمع‌آمد تنتنوی بخشیده به این صحنه تاریخی مسئولین تمام خدمتچیان حربی و ساکنان ناحیه را تهنیت گفته ابراز داشتند که قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان رسالت کسبی خود را سربلندانه به جا آورده در تحکیم پایه‌های دولتداری و استقرار صلح و ثبات همچون نیروی توانا و قدرتمند سهم باسزا گذاشته ایستادند. با دستگیری پیوسته پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان فعالیت قسم‌های نظامی و آمادگی جنگی افسران و سربازان سال از سال تقویت یافته. این نهاد با نفوذ همچون نیروی توانای حربی امنیت و منفعت‌های تاجیکستان صاحب استقلالمان را سربلندانه حمایت می‌نماید. جواباً به توجه و غمخوری‌های رهبریت عالی مملکت، سربازان و افسران قواهای مسلح نیز با رفتار و انتظام نمونوی صداقت به سوگند حربی رسالت پر افتخار خود خدمت صادقانه به خلق و وطن عزیز را با سر بلند به جا می‌آورند. تاکید شد که قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در شرایط وزین تأسیس یافته با دستگیری و سعی و تلاش واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت سال از سال مستحکم و استوار گردیده امروز به یک ارتش قدرتمند و توانا تبدیل یافته است. امروز هر یک ما را می باید که با شکرگزاری از استقلالیت دولتی در رشد و آبادانی وطن خود سهم ارزنده گذاریم. در این زمینه به یک قطار سابقه‌داران جنگ و مهنت و کارمندان نهادهای قدرتی ناحیه کوشانیان افتخارنامه مقامات اجرایی حکومت دولتی تقدیم کرده شد. کارمندان اهل فرهنگ و طالب علمان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه در فرجام چاره‌بینی با پیشنهاد صحنه‌چی‌های تربیوی و برنامه پرمحتوای فرهنگی خاطر حاضرین را بالیده گردانیدند.